کتابی نوشته اکهارت توله، کتاب بسیار زیبایی است تحت عنوان The Guardians of Being، نگاهبانان هستی. خیلی جالبه. یه تیکش اشاره میکنه، میگه شما اگه سگ خونگی، گربه خونگی، پرنده، یه حیوانی خونگی داشته باشین، اون لحظه که اون سگو تاچ میکنید، لمس میکنید، نازش میکنید، بغلش میکنید، باش بازی میکنید، لمسش میکنید، به لحظه اکنون میایید، چون اونا همیشه در لحظه اکنون هستن. حتی وقتی شما دلتون گرفته، حالتون بده یا به هم ریخته این، باش بازی میکنین، اون لحظات انگار گشایش درونی دارین. اون لحظات، چون اون حیوان واقعا در لحظه اکنون با همه وجودش زندگی میکنه. به ویژه سگا که حالا فرانتال لوبشون هم بزرگتره. مثلا گربه ها کمه فرانتال لوبشون، پرنده ها فرانتال لوبشون خیلی کمه، ولی سگا 7% مغزشون فرانتال لوبه. شما ناراحتین، ناراحت میشه. خوشحالین، خوشحال میشه، دمشو تکون میده، میاد خودشون رو میمالونه به شما، نشون خوشحالیشون نشون میده به شما. حس میکنن، مستقیم حس میکنن. خیلی عجیبه. چون عرض میکنم که مثل بچه‌ها که تحلیل عقلانی منطقی ندارن، صرفاً غریزی و حس خالصه، حس میکنه شما رو، و به محض اینکه شما در واقع نخواستین که اون رفتاری رو که همه میکنن باهاش بکنین، اون میفهمه دیگه به شما کاری نداره، میاد راحت میشه، به شما یه نفر کاری نداره.